گفتن که میخوان سوریه رو عین لیبی کنن، اونجا رو به درگیری داخلی بکشونن، بعد ناتو بیاد بمبارون کنه، بعد بیان اشغال کنن، دولت جایگزین بیارن. اولا 3 دستگاه اصلی یعنی ساختار حکومت، سیستم اطلاعاتی و ارتش با ساختار آنچه که بشار اسد و حافظ اسد رقم زدن عجین شدن، لذا این انسجام امکان متلاشی شدن نداره. این رو خود غربی ها و اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها خوب میدونن. نکته دوم اینه که لیبی از سرزمین اشغالی فلسطین و رژیم صهیونیستی دور بود، اما لازم هشدار بدم به استراتژیست‌های آمریکایی، اسرائیل گروگان 3 فلش عملیاتی در منطقه است. یعنی هر نوع درگیری و جنگی که ناتو صورت بده علیه سرزمین سوریه به جای اینکه جواب ناتو رو بده، اگه توان و تمرکز موشک‌های بالستیک اسکاد بی و اسکاد سی خودش رو روی حیفا، روی تل‌آویو و سایر نقاط رژیم صهیونیستی قرار بده، رژیم صهیونیستی در کوتاه‌ترین مدت دچار مشکلات عدیده خواهد شد. اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. اسم دکترینش اینه، غربی‌ها این دکترین رو خوب میشناسن، دوستان رسانه‌ای با همین مفهوم منعکسش کنن. شمشیر داموکلس. این رنج و درد و الم رو به شکل عریان و علنی نشون بدید. عکس‌های جنایت‌های اینها در سوریه و در بحرین رو سانسور نکنید. پیام سناریو شاخصی که آمریکایی‌ها برای منطقه دارن در لیبیایی کردن سوریه رو منعکس کنید و دکترین شمشیر داموکلس رو به عنوان پادزر و ضد استراتژی جبهه مقاومت علیه حرکت ناتو منعکس کنید. در طول این حرکت‌ها کمپین دفاع از مردم بحرین، دفاع از مردم سوریه و حرکت‌های این چنینی رو بایستی بست داد و سازوکارش رو رقم زد. جای این کمپین‌ها توی فضای سایبر خالی است. همراه کردن مردم و جوانان ترکیه در این قضیه است. بایستی یک عملیات روانی روی مردم ترکیه صورت داد در فضای سایبر که مردم ترکیه بدانند دولتشون در همراهی با جبهه سلطه علیه کشور مسلمان سوریه وارد عرصه شده. ملت سوریه و دولت سوریه رو در مقابل تهدیدهای رژیم صهیونیستی و همپیمانانش تنها نخواهیم گذاشت.